به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم داملای عزیز. من خواهر اسلامی شما کسبی من همشیره طبی می باشد. اگر در یگان بیمارخانه کار کنم و مردهای نامحرم را جایز است که اوکال کنم؟ التماس با این سوال من جواب دهید. البته در ضرورت جایز است. اگر همون خواهرهایی که همشیره هستند در بیمارخانه ها کار میکنند، بغیر اونها دیگر نفر یافت نمیشد که مردها را معالجه کند، در این حالت جایز است که این زنها همون مردها را همون موضع فقط ضرورت شد، همون موضع ضرورت طبابت کنند، جایز است. اگر با شرطی که ضرورت باشد. السلام علیکم بابای داملا. خدای مهربان صفی شما بر این عالم ها را زیاده بگرداند. بابای داملا التماس با این سوال من جواب گردانید. اگر آب دیده کنید طهارت میشی کند یا نه؟ ما یکی از مخلصان اشهدی شما هستیم، یونس و منوچهر و یعقوب و خدایداد، و در آخر با ما یک دعا کنید که ما قرآن را نصف کردیم و با آخر رسانیدیم. خداوند شما را حافظ کامل بگرداند و در این حفظ کردهتان خدای مهربان شما را عمل کننده بگرداند. آمین یا رب العالمین. آب دیده طهارت نمیشکند. آب دیده هیچگاه طهارت نمیشکند. اگر از کدام ما و شما آب دیده جدا می شود، چه از ترس الله باشد چه از روی مصیبت باشد، این به طهارت هیچ دخالتی ندارد. برعکس اگر انسانی که اگر از ترس الله، اگر گفتن حتی به سر یک پشه، اگر یعنی همون آب چشمش به اندازه یک سری پشه باشد، الله گفت از روز قیامت وای از عذاب دوزخ نجات می‌دهد. دوستان خدا میگوید وقتی از چشماشون که آب میریخت، آب در زمین افتیدن نمیماندن، بلکه اونا آبی چشم میگرفتن و در وجودشان میشکیدن، میمالیدن و میفهمیدن که در کجای بدن اگر آبی دیده از ترس الله چکیده باشد، همون موضع را آتش دوزخ سوزانده نمیتواند. از این خاطر این ثواب دارد، این اجر دارد. طهارت شما را نقص نیست، طهارت شما را باز نورانی میکند. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. همین سوال ما را امروز جواب گردان. مرده شب مانده را در شب شستن ممکن است یا نه؟ دوم، اگر پدر بیمار باشد با پسر ممکن است که او را تازه نماید؟ از شما منت دارم. مرده در شب وقتی میماند شستنش بینهایت لازم است. اگر در کدام خانه ای که مرده باشد و فردا نیتی گوراندن او داریم، همون شب شویم تازه کنیم. سحر وقتی که ما او را برداشتن کی شدیم باز یک خبر میگیریم. اگر هرچی از خون و از چیزی که از وجود او بیرون شده باشد و یا بالته گرفته تازه میکنیم. دویم باره شستن دیگر حاجت نیست. همون یک بار شستن خودش واجب است. شستیم سحر پاکیزه میکنیم، تازه میکنیم، پیش از آنه که در کفن او را چکار کنیم جای کنیم. این بسیار خوب است. دیگر روز باز گویم سرگردانی ها کمتر می شود، ثواب است. و برای فرزند تازه کردن پدر جایز است یا جایز نیست؟ اگر مادرش باشد برای مادر این وظیفه است. مادرش یعنی برای زن همون مرد وظیفه زن است که باید که زن مرد در حالت بیماریش بیمارداری کند، باید تازه کند، شوید، پاکیزه کند. لیکن مادام زن نباشد این حالت در برای فرزنده هم از روی ضرورت جایز می شود که فرزنده همون پدر نگاه می کنند که تا که پدرشان باز یک باره درچان زیاده نشود، یک باره چرکی او زیاد نشود، یک باره گویم بو و آن بویی که در وجود او است باز او افزون نشود. این حالت در رخصت می شود. از پروردگار مسئله دارم.
التجا داریم که خدای مهربان از همه فیض و فتوحاتی این روز جمعه همه ما و شما را خداوند برخوردار بگرداند و خدای مهربان در هر قدم های شما حسنات بنویسد و گناه های شما را خدای مهربان مغفرت بگرداند و خدای مهربان این جمعیت ما را عمر دراز و خاطر جمع نصیب روزی بگردان. فرزندهای ما را هم خدای مهربان اهل هدایت و اهل توفیق بگردان. خدایا در دل ما محبت خودت را، محبت پیغمبرت را، محبت اسلامت را باز هم زیادتر خدایا جایگیر بگردان و خدایا غیرت اسلامی ما را زیاده بگردان. خدایا دشمنان ما را، بدخواهان ما را هیچ وقت به مراد و مطلوبشان موفق نگردان و خدایا جمهوری ما را آباد بگردان، صلح و آشتی و یکدیگر فهمی و آبادی را در این جمهوری تاجیکستان دائما ابدا نگه بدار و خدایا رهبر دولت ما را هم که برای آبادانی این تاجیکستان سعی و کوشش ها دارد، خدایا ایشان عمر دراز و توفیق با رفیق نصیبش بگردان و خدای مهربان امروز اولاد و اجدادهای گذشته که داریم و در عالم قبر خوابند، خدایا ثواب این موعظه ها را، ثواب این روز جمعه را به روحشان برسان، روح اونها را از این جمعیت ما راضی و خرسند بگردان. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين که ما در دوام 4 جمعه از فضیلت خیر و احسان بهر شما صحبت داشتیم که الحمدلله من باوری کامل دارم که شما از این 4 ساعتی که در 4 جمعه صدا داد شما فهمیدید که خیر و احسان از جانب بنده چقدر فضل و چقدر اجر دارد و در بین این موعظه ها برای همه شما من باز گوشزد کردم که بهترین صدقه همون صدقه است که ما کان عن ظهر غنا، این حدیث پیغمبر است که فقط صدقه همون صدقه هست، اجر در همون صدقه هست که اگر آدم از حساب داراییش کند، از حساب دولتش خیر احسان کند. زیرا برای آدم دولتدار خیر احسان کردن هیچ غم و اندوه را برپا نمی کند. اگر شرایط من بهتر باشد، اگر پسنداز من خوب باشد، اگر هرچی خیر احسان کنم باز خرسند می شوم، نه غمگین نمی گردم. و اسلامم قرآنم اللهم حبیبشم همین سفارش‌ها را برای ما و شما مطرح کردند که انسان‌هایی که شرایط دارین، دولت دارین، دست فقیر و دست بیچاره و دست بیوزن و دست یتیم بچه‌ها را گیرین، دعای اونها را گیرین و به سبب این خیر احسانتان، به سبب این جوانمردیتان باز دولت شما را الله زیاد میکند، باز مال شما زیاد میگردد. چگونه که حبیب خدا حضرت با این قدر بزرگی قسم میخورند والذی نفس محمد بیدی، قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست. چی قسم میخورند؟
ما نقص مال عبد بالصدقه. هیچگاه انسان اگر خیر احسان کند، انسانهای دولتدار، پیغمبر قسم خورده ایستاده است، قسم به الله میگوید حبیبی خدا، انسانهایی که دولت و شرایط دارین، شما خیر احسان کنید مال شما کم نمی شود، بلکه الله در بالای مال شما باز مال زم میکند، مالتان میدهد. وقتی تو یک یتیم بچه را یاردم میکنی، یک طالب علم یاردم میکنی، یک مسجد را بنا میکنی، یک راه را تیار میکنی، یک آبیاری میکنی و دیگر خدمت هایی که وجود دارد و او بنده های خدا دست میبردارند و میگن پروردگار این جوان مردم مالش زیاده بگردان، دعای اونها در نزد خدا قدر دارد، قیمت دارد. وقتی یک طبق خوراکی را که در خانه یک همسایه و یک فقیر روان میکنی وای دستش در آن خوراکی با لذت وقتی دراز میکند، به واسطه وای میگوید که خدا پدر و مادر تا رحمت و مغفرت کند، خدا مرادها تا حاصل کند. دعای این پروردگار میشنود، دعای او را خدا قبول میکند. یکی بازگشته میگویم که برادرایی که شرایط ها ندارین، قرضدار هستین، در بدر هستین، فرزندهای در غریبی دارین، برای شکم به شما رسید کردن، اسلام به ذمه شما خیر احسان فرض نگردانید، واجب نگردانید. من انشاءالله در باب فضیلت زکات و وعید بی زکات ها انشاءالله در همین نزدیکی صحبت دارم، شاید این جمعه آینده شود. فقط شما آن خیر احسانی که می شود از جانب برادرها اونها را گرفته استفاده برید. من به خاطر چی اینقدر جمعه های زیاد در اطراف این فضیلت صدقه صحبت کردم؟ تا که شما آگاه شوید که این مشکلاتی که ما و شما بالای خودمان آوردیم این اسلام نمیخواهد. اینجا عیب اسلام نیست، اینجا عیب قرآن نیست، اینجا عیب خود ما و شما هست که این بار وزنی در گردن خود بار کردیم. این عیب ما و شما هست. اینجا اسلام گناهگار نیست. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. اسلام هیچ عیبی ندارد. انشاءالله امروز سوال هایی که خیلی شد جوابهاشون منتظرند، میخواهم در اطراف اینها که خیلی سوال های زیاد آمده است گفتیم دیگر سوال ننویسید تا که اونها را منال جواب گفتند خدا دانا است که اونها را جواب میگوییم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، سوال میگویم بعد از مستحب دستت را به صابون بشو یا 3 بار در خاک بزن؟ درست جواب گویی. البته هر یک انسانی که شما مستحب میکنین، یعنی بعد از حاجت خانه برآمدن خواهین که دست هاتون شوین، یعنی بعد گویم از حاجت خانه برآمدن ما و شما مستحب آبی میکنیم. وقتی مستحب آبی که کردیم بهترین صورتش همین است که امروز در خاک نی بلکه به صابون اگر دست هامون شوییم. امروز شکر خدا که صابون در شرایط ما و شما وجود داره. بهترین صورتش همین است که پیش از آنی که به طهارت دست رو گوییم ما و شما شروع میکنیم، اول دست هامون به صابون شوییم تا که همون بوی دستی که همون بویی که در دست ما و شماست همون بوی دور شود و بعدا ما و شما پیوسته طهارت ما دوام دهیم. این بهترینی صورتش است.